سلام. خب سحر دیگه وقت انتقامه بچه‌ها. سری پیش من رفتم یه چالش با ایشون گرفتم، چالش 5 ثانیه. من بردم، مجازات شدم با شروال تنگ شیک زدم تو اینستاگرام. تو با لگ مشکی ایشون شیک زدم، فاکینگ شیک. رقص باله رفتم، اینقدر شرفی که داشتم رفت و کلید کردم بهش. گفتم باید یه چالش دیگه بیای ابهت و قدرتمو بهت ثابت که بازم قراره ببازه. یعنی که بیلخ دابل بیلخ. این سری بچه‌ها میخوام خیلی مجازات بدتر و آبروبرتری باشه. به این موضوع ویدیو بچه‌ها اینجوریه که ما 6 تا کاتگوری رو دسته‌بندی داریم. 3 تاشو من میگم، از قبل این همچین ویدیو داخل کانال گرفتم. 3 تاشو سحر میگه، من مربوط به اطلاعات عمومی خودم میگم، اونم مربوط به اطلاعات عمومی خودش میگه. که خب آقا حرفی سخنی گندگوزی اصلا نیاز به حرف و سخن نیست، مشخص بازنده. قربونت برم. اوکی، لایک ویدیو رو بزنید بریم سراغ ویدیو. آقا اول از همه کاتگوری‌های منه، دونه دونه میگم و ادیتور خوب هم میاردشون رو صفحه. اولین کاتگوری که من توش همه رو بردم، البته همه که نه کلا یه نفر رو بردم، یوتیوبره. کاتگوری یوتیوبره که خب فکر نکنم سر اطلاعات زیادی داشته باشه و مثل یعنی که قراره ببازه. بعدی کاتگوری کشوره، یعنی هر کشوری اونو فکر کنم یه مسابقه چغری بشه. کاتگوری سوم کاتگوری رپری که باز اونم فکر نکنم بره. خیلی نامه همینه که هر هست. صدا دل بخوای حالا تو فکر کردی کاتگوری چی باشه؟ من با استراتژی بلند مدت اومدم سحر خانم. خواننده میتونم باشم؟ خواننده میتونم. نه فقط رپه. اوکی. غذا مکان. این چی بود دیگه بیادم؟ مکان و یعنی چی؟ ورزش. مکان یعنی چی؟ مکان همه چی. یعنی مثلا میتونم بگم بوکان. نه یه چیز دیگه انتخاب کنی به جای این نمیشه. میتونی یه حیوان انتخاب کنی به جاش. حیوان. اوکی. برو بریم. آقا از همه تو مهمونی کاتگوری انتخاب کن، یه دونه رو بینش انتخاب کن. از کاتگوری تو یا خودم؟ هر کدوم. بین کاتگوری من. بین کاتگوری رپ. برو بریم. آماده ای؟ بچه من تایمر شما رو آنلاین اینجا توی پیسیم دارم. اگه نگام به سمت این بره برای اینکه تایمر رو ببینم، وگرنه دلیلی نداره اونور نگاه کنم. خب برو بریم. اول از همه من میگم رپر. خب 1 2 3 رضا بیشرو. حسین. صادق. یاس. شایر. پوریا پوتک. کچی پیت. دیجل. سورا بیم جی. لیتو. خب بذار من تایمر رو بزنم. هیدن. پیشرو. نگفتم پیشرو. یه بار دیگه تایمر تو میزنم. برو. آرتا رپره؟ آره اونم رپره. اوکی تایمر گذشت ولی اوکی. خب بیبال. جیدال. پشمام. علی قاف. کوروش. علی اوج. سمیلو. هیچکس. سوگن. پشمام. توهی. برو بریم. حاجی داری میباسی ها. اگه اینطور آرمین توی قبلا. خب اونم رپر بوده. تتلو. برو بریم. یو حاجی داری میبازی. 2 ثانیه 3 ثانیه 4 مدگل. ای وای ارفان پایدار. برو بریم. 1 2 3 با گذشت تایمت گذشت بابا. جی ببین بچه حالا میگم تحت فشاری مغزامون نمیکشه وگرنه که ایزی، ولی خیلی ایزی میزنم. نسل 4 رو چرا نگفتم من؟ پشمام. یادی نره برات بردم. آقا 1-0 من. برو بریم کاتگوری بعد. حالا وقتشه من از بین کاتگوری‌های تو یکی رو انتخاب کنم. من غذا انتخاب کنم. آماده ای؟ بریم. 1 2 3 بگو اول. کشمش پلو. زرش پلو. عدس پلو. لسنبولی پلو. چرا با خودتو نمیزنی؟ خب ببین حواسم پرت میشه. زدم. پاستا. پیتزا. ماکارونی.
شورمزه. سیر زمین سرخ کرده. میگو سخاری. استیک. ژامبون تنوری. عدستی. ایرانی. لوبیا. خوراک لوبیا. شل زرد. شل غذا نیست. با اگه اینطوری فرنی. نه شل دسر بود. اوکی از اول میگم. خب بزن 1 2 3 تایمت دادم. آش رشته. غذا. آش شل قلمکار. سوپ. آش دوغ. داری میبازی؟ سوپ قلم. چی قلم چیه دیگه؟ قلم. چی هست؟ فکر میگم. باش. کله پاچه. میگو مرغ. چی؟ مرغ. مرغ شکم پر. اوکی. قیمه. باقالی پلو با ماهیچه. سبزی پلو. استاپ کن دیگه قربان. آلبالو پلو. هویج پلو. خورشت بامیه. خورشت عدس. خورشت عدس دیگه چه سمیه؟ خورشت نخود. بابا تایمت گذشت بابا باختی. نه. حاجی پشمام مثلا دختری خواهر الان گرسنه‌ام نیست یعنی خود غذا میمونه. ای وای از دست تو حاجی باورم نمیشه. باید گوشتم باشه. باش. واسه غذا کار کنه. سیرم که مثلا نمی‌تونم. اوکی 2 تا کاتگوری من بریم کاتگوری بعد. خب نوبت توی بین قبل ویدیو منو اذیت کرده گفتن ببازی. برو بابا داره مثل بابا داره فشاری میکنه بچا باور نکنید. به خدا چی من حال ادامه دادن ندارم. داره دروغ میگه. آقا بین کاتگوری من اینو انتخاب کن. یوتیوبر الکی. یوتیوبر. خب برو 1 2 3 اول من میگم. تو خدا راحت رو نگو بذار اسمم بمونه. باشه رضا آینه. سامان بال دیگه چیزمه. اوکی سالار هات. ای یزید مدگل جیدال میا کوروش یزید آرتا هلیا ربکا خوتن نیکا سوگنگ نگین مرشاد فرشا سایلن هامی کیم پشمام اینم باخت. سهر 3 هیچ. سهر 3 من حالم خوب نیست. من ندارم 3 هیچ. از این بعد پاره ببین پر قدرت اومدم. سهر فشاری شد. من بین کاتگوری‌ها باید انتخاب کنم. من حیوان انتخاب میکنم. بریم 1 2 3 زرافه سگ گربه موش فیل خر کرگدن الاغ 8 پا شیر ماهی ببر کوسه عروس دریایی اسب دریایی سفره‌ماهی اسب بز راسو گوسفند بزو گفتم بز. خب بز کویی پلنگ مازندران ایول شیر گفتم خب گربه کویی گربه کویی چیه؟ گربه کویی یه نوع پلنگه. یه نوع گربه یه نوع پلنگ. آره 1 2 3 سمندون دیگه چه سمیه؟ سمندون یه گونه در حال انقراض ما ایران. باشه سوسک پشه دمت گرم دیگه. مورچه گوز آهو کفتار کرکس کرگدن گفتم موش مورچه وقتی مورچه هم گفته بودم. نه تو قطع نکردی. نه بابا قطع کردم. نه قطع کردم به خدا. حساب نیست من قبول ندارم. بابا مورچه هم گفتم. خب قبول نیست از اول اگه راست باشه بریم. منم لک اورک قو کوسه ماهی. چرا وای میسی فکر کنی میزنی؟ آخه زیر 5 ثانیه بابا به خدا حواسم پرت میشه. من نمیتونم هم فکر کنم هم بزنم. آقا بیا تایم من شد تو بزن. بده اصلا همار من میزنم. نمیتونی. چرا نمیتونم؟ نمیتونی تایمر رو تو میخوای با گوشی بزن. نه اوکی 1 2 3 تایم تو پلنگ اوکی میمون نگاه میگی میزنی. گوریل تک شاخ اسب گفتیم کره اسب
اسب آبی. مگس. گوره خر. زرافه. مرسی. پلنگ. گوسفند. چرا استاپ میکنی؟ بابا سر تایمت گذشته بود به خدا. باختی. اصلا باختی. باشه. من 4 تو 0. آقا برو بریم کاتگوری بعدی. یه کاتگوری بین کاتگوری من انتخاب کن. کاتگوری یوتیوبر رو گفتیم. فقط کشور مونده. کشور. برو بریم. 1 2 3. زیمبابوه. گرجستان. سیارالئون. ارمنستان. آذربایجان. ایران. ترکیه. امریکا. عربستان. اروپا دیگه چیه؟ نه. استرالیا. ایسلند. نیوزیلند. فنلاند. بابا این همه کشور. بابا وای حاجی پشمام. بابا چرا من هر کی رو میرم تو این بازی اینقدر گیهویی خراب میکنه؟ بابا این همه کشور تو آفریقا. بابا واسه خودت باید اول جدول بندی میکردی که واسه راحت بشه. همسایه های ایران افغانستان رو نگفتیم. وای. آقا بریم کاتگوری آخر. بریم سراغ کاتگوری آخر. ورزش. 1 2 3. جوجیتسو. فوتبال. جیتکاندو. بسکتبال. مویتای. والیبال. کشتی. بوکس. جودو. فوتبال. جوجیتسو. جوجیتسو نگفتی؟ کاراته. ووشو. تکواندو رو گفتم. تکواندو. شنا. شیرجه. واترپلو. فوتبال گفتم. بسکتبال. بیسبال نگفتم. تیراندازی. هاکی رو یخ. اسب سواری. راگبی. کشتی کرد. تنیس. بدمینتون. تیرکمان رو گفتم. تیرکمان رو نگفتی. تیراندازی گفتیم. تیرکمان فرق داره تیراندازی. این چی اسمش؟ دارت. اسکیت. دوچرخه. اسکی رو یخ. پرش با مانه. پرش بیمانه. پرش سزر. دوی با مانه. منظور شطرنج. منچ مارپله. نه اینا ورزش نمیشه. تخت نرد. ژیمناستیک. باله ورزش نمیشه. چرا دیگه مسابقات باله تو خدا. باشه. اسکیت تو گفتی. نه اسکی هم گفتیم. اسکی رو یخ هم گفتیم. ورزش پهلوانی. این چی؟ ورزش پهلوانی دیگه مال ایرانه. زورخونه. زورخونه. 1 2 3. بوکس گفتم. تموم شد. باختی. وای حاجی کیک بوکسینگ رو چرا نگفتم؟ من تازه اومدم سر بابا تازه اومدم سر من کلن رو دور نبودیم جفتمون. چی قبول دارم با اینکه بردمش ولی بابا از بردمم راضی نبودم. من با تو رو 6 هیچ میکردم. بشکم 5 کم اوکیه. ویدیو قبلی رو ببینی من با خود یکسانش کردم. بابا به خدا قسم من اون روز رو دور نبودم. چالش 5 ثانیه رو باختم. امروز منم رو دور نبودم. ایول باشه تو که رو دور نبود. تو که راست میگی. آقا دمتون گرم. مرسی که ما بودید. مرسی از هر کی دوباره اومد و باخت. عشقید. مرسی از شما که ما رو تماشا کردید. خدافظ. موزیک داره که هی میری پاشه لیریکاتو بالا پای میکنی رو ریل میری بامبت میاد عدو اطفار عدو تنگا رو در نیا برا من داشت خدای رپ و در تماسم باش برا من جا میده